چگونه قهوه می نوشید؟ من در فنجان میگیرم. میانه نوربانو جان، میانه. نباشد من شکردار میخواهم. قهوه با شکر میشود مگر همه کارهای چپ. خاموش خاموش خاموش. بابا جان برای شما هم قهوه تیار کنم؟ دخترم با منم یک قهوه بیار. با شما چی یکایگید؟ تشکر، من قهوه نمینوشم. سلامت باش. من هم نمیخواهم رحمت. سخن قهوه در فنجان خنده آور است. دیگه یک دقیقه سخن دارم. همه آنچه را صاحب هستی من دادم. مرا میشنوی یا نه؟ برای دعوا دخترت هم میمیرد، پسرت هم میمیرد، پدر و مادرت هم میمیرد. این شهر نمیخواهد. من هر چی که خواهم همان میشود. در آن ماشین نمینشست. کاری شده شد. چیکار کنیم؟ بران بزرگ، تو خود میبینی که کی کرام میزند، کی کرام میگرداند، کی به کی جواب میدهد، همه‌اش را میبینی. در فکر فرو رفت. بابا جان یک گونچ میخواهید؟ نه دخترم رحمت، براحتم. تو چه خیلی؟ خوبم. همه‌اش از پس من شد. هممون خطا کردیم بابا، شکر میکنیم. بابا دادم شما را در بیرون انتظار است. حاضر. این شخص ممکن کلانترین باشد. چگونه از دست دادیم؟ از کجا میدانستند که از آنجا میگذریم؟ باور کن عقلم نمیگیرد. این رزیل قاتل اپی هنر هم هست سردارم. به شرف. او را چطور پیدا کنیم؟ در حال حاضر امید ما تنها سنان. پدر عروستان. بله. خدا خواهد اگر سخنش صمیمی باشد باید که ما دستگیری کنیم. می آید سردارم. مرحمت آقای سنان. ما هم درباره بران صحبت داشتیم. میدونی که امروز فرار کرد. راستی امید به آن دارم که با ما کمک میکنید. اگر مکانی آن آدم را دانی، به خاطر خون بیگناهان و به خاطر هنر با ما باید بگویی. یگان چه شنیده ای؟ یگان کس را دیده ای؟ اگر یگان چیز دانید به ما بگویید. اگر چیزی کوچک هم دانی به فایده کاری ماست. بران رو ندیدم. فرار کردنش را از شما شنیدم. نباشد دست را که به چنین حالت آورد. این کارها همین خیل است. اگر با غضب قصد هنر را گرفتن خواهی، دوستای قدیم را که میشناختی چهره دویمشون میباشد جزا میدهند. گوش کن، ما چندین سال است که در درون این کار هستیم. از ایستادن و از نگاه کردن بسیار چیز میفهمیم. سردارم او از بین کتاب قصه میکند. به شما ضرر رسانده نمیتوانند. خواطر مباشید. جای ترس هم نیست. من از کسی نمیترسم و ترسیدنی هم نیستم. این سخنها را ماند آقای سنان. کار ما را آسان کنید. به ما کمک کنید. این را بگیر. این چیست؟ اینجا معلومات هایی است که میتوانی بشنوی. همه کارهای افلاسی هم، همه کارهای غیر قانونی شرکت هم، همه ارتباط هایی که با ارکن کندو دارم، مکان، تاریخ، ساعت، همه‌اش نوشته. از دستم همین قدر آمد. حقت را حلال کن نجیب. چرا چنین میگویی؟ همین خیر. با اجازت شما وقتتون را نگیرم. یک دقیقه ایستید. جای ایستادن هم نیست. تماشا کن. خواهی بیانات هم می نویسم، خواهی زندانی هم می شوم. از دستم دیگر چیزی نمی آید.
نبیره هایم را خوب نگاه کن. آنها را یک بار دیگر بینم بعد میروم. چون بابا این حق را دائما شما دارید. تشکر. سردارم این آمدن و رفتنش بخیر نیست. صبر کن یگیت. من هم حیران شدم. هم بسیار ترسیده است و هم سند میدهد. این کار عجیب می نماید. بابا چنان دوستداری میکنی که گویا دیگر ما را نمیده باشد. خیر، رفتن و نآمدن است، آمدن و نیافتن است. یعنی گفتنی هستم که حیات همین است. این چی سخن است بابا؟ یک جای وقتی زیاد میگذرانیم، دردهای روزهای گذشته رو میبراریم. انشالله دخترم، انشالله. و در عروس هم تو درده داری. ای کاش بخیر باشد. چی درد میشود داماد؟ نبیره هایم را دوست داری دارم. حتی دردهای روزهای پیشین را برآورده ایستادم. همش رو در یک شب صرف نکن. حالا در پیش سالهای زیادی است. راست بگویی، من باید روم. خیر آدم دارا. رفتن تو هم مثل دارایان شد. آدمی دارا طرز خیستنی دارایانه دارد. خیر، نبیره هایم را نگاه کن، فراموش نکن. اینها هم امانت من و هم امانت مادرشونند. بابایتان درد دارد و اما افسوس به من نگفت. بخیر باشد. لیلا یگید اینجا بیاید. شما هم با اتاقتان روید. روید. آقای سینون به دستم یک دیسک داد. گفت که برای شما مفید است. کنی بینیم چی دارد. ببین من این تکنولوژی رو نفهمیده ایستادم. خیلی کو ببین تو میفهمی؟ بله درست است. همین خیلی. همین خیلی؟ بله. داماد با دقت باش و به من خوب گوش بده. دفتری کهنه را برای غمگینی تو نمیکشایم. دفتر کهنه را برای به تو آشتی کردن میکشایم. میدانم که ستاره تو به من هیچ صلح نکرد. اکنون وقتی به آخر رساندن آمده است. زیرا در افلاس بدنم را برایم تو فهماندی. چشمانم را تو کشادی. قاتل دختر یگانه‌ام را تو نشان دادی. من آن مار را در بغل خود نگاه می داشتم. تو به من نشان دادی. برنامه واژه‌نامه الکترونی را تا 25 مای سال روان می توانید از تمام نقطه‌های دیسک فروشی همگی با نرخ 6 سومانی دسترس نمایید.
خوش آمدید. نفری که مراتب آخر روان کردید سکوت کرده بود. شما هم سخن نمیگویید؟ مثل خواسته اتم بران را گرفتم. در اصل بجز یک خطاگی کوچک کار خوبی را انجام دادی ممدو. سردارم پدر عروستان برنامه جالبی کرده است. بیاید خاموش باشه و گوش کنید. نسبت تو نیت خوب داشتنم یک چند سند برایت گذاشتم. در جوان آهنین خانه رفته میگیری. سندها نسبت فعالیت‌های افلاسی ارکن کاندو است. کدام حادثه را کی آماده کرده است؟ کی به صحنه آورده است؟ نقش‌های اساسی را کی بازیده است؟ همه‌اش را یک گفتم. انشالله برایتان مفید می شود و من با این حیات شرمندم برای خلق یک کاری فایده آور می کنم. من برای رفتم که دیگر بر نمی گردم نجیب. من جزای قاتلان دخترم، قاتلان هنرم را می دهم. به تو اینها را می گویم. به این هم یکیش را می دانی. بازینگر آرزو. لیکن هدف من برنامه نویس و اداره کننده بران بزرگ است. نفری که امری کشتن تو را داده است. در ماشین تو بمب گذاشته است. نفری که هنر را به قتل رسانده است. سردارم ببینید او چی ها میگوید. با جز یک خطاگی کوچک گفته چی رو در نظر دارید؟ نقشه که تو کشیدی امنیت رفیقهایمون رو در خطر گذاشته است. برای ضرر نرسیدن یگید و رفیقون همه کار رو کردم. تنها ضربه کوچکی بود برای به حقیقت نزدیک شدن. شکر که با کسی ضرر جدی نرسیده است. این پرونده ها را گیر، خوان و بسنج. کیست اینها؟ بران در وقت بازپرسی تکرار به تکرار می گفت که نمیگذارم که انتخابات برگزار شود. اگر فکرم در حقیقت درست باشد او با این شخصان در ارتباط است ممدو. آقای مظهر آنچه که لازم آید اجرا میکنم. تنها لازمه را نه، لازمه نبوده را هم بکن. بران را باز هم احتیاط بکن، زیر نظارت باشد و باوری درا ضررش نرسد. به تو یک قدم هم نگذارد. فهمو؟ یگید و نجیب چی میشود؟ از دستشان گرفتن بران آنها را به غضب آورده است. تو آنها را به من حواله کن. من خودم به قدر لازمه آنها را آرام میکنم. تا اندازه لازم باشد میفهمند. تو به من وعده بده و بران یگان ضرری نمیرسد. فهمیدی؟ تو قهرت را اداره کرده میتوانی ممدو. البته سردارم، میتوانید که به من باوری کنید. نجیب خواهش میکنم که مانعی کاری من نشو. اگر خواهیم موفق نمیشوی. زیرا وقتی که تو این ثبت را تماشا میکنی من آن لعنتی را، آن نفر بیناموسی را که چون چوخ به سر کشور آمده است و سر آن ماره را با نام آرزو الکی پاره میکنم. از تو خواهش دارم و البته که شبه هم ندارم، اما به خاطر تسکینی دل میگویم نبیره هایم را خوب نگاه کن و حقت را حلال کن. حقت را حلال کن داماد. حقت را حلال کن نجیب. براستی سردارم پدر عروستان معلومات زیادی میدانسته است. یگید خودش را در بلا نمانده و را باید یابیم. بله. مایلش همه نقشه های کشیده همون و همه احتیاط کاری همون از هوشیاری تو وابستگی دارد. شما براحت باشد، از من کم بودی سر نمیزند. نباشد خوب. من هم فکری زیاد نمی کنم.
یک لحظه. آوازت رو نبرار. نجیب تلفن دارد. لابای نجیب. آقای مسر، و شما خبر مهمی دارم. پدر عروس من آقای سینان مکانی بران رو میدانسته است. مکانی بران رو میدانسته است؟ از کجا میدانسته است؟ با من یک دیسک داد. در دیسک میگوید که برای من این فعالیتی بران میروم. در حال سینان رو تعقیب کنید. شما رو به بران میرساند. افسوس که سینان برابر آمده است. ما هم تعقیب رو سر میکنیم. خدا خواهد دیر نمیکنیم. نجیب، کاری بکن که پدر عروست رو نگاه داری. مکان بران رو بفهم. خوب، مایلش. چی شده است آقای مسهر؟ چی شده است آقای مسهر؟ بگوید آخر. ممدو، خبرها بد است. کارها به هم آمیخته شدند. پدر عروس نجیب سینان مکان بران را میدانسته است. همینش نمیرسید. ممدو، وظیفه اساسیت نو سر شد. سینان یا اینکه نجیب نرسیده تو نزد بران باش، وگرنه همه نقشه های کشیده همان برباد می رود. از پی کار شود. اطاعت سردارم. لبی فهمم شد. فهمیدم. شما احتیاط باشید. من در حال می آیم. زودتر بچه ها، زودتر باشید. سینان بران رو به قتل نرسانده، باید که او را یابیم. سردارم، افسوس که خبری خوب نیست. پیکاز و وطاز را زخمی کردند. آنها را به بیمارخانه بردند. چیکار کنیم؟ تو لیلا رو گرفته به بیمارخانه را. بله. پیکاز با آسانی بستری نمی شود. در این کار یگان سری دیگری هست. فهمم. ما با نیازی دنبال سینان می شویم. رفتیم. شد، بیا. سردارم چخیلی که میبینید روی خط نامزدها در انتخابات به خواستمان نشده است. حتی نزدیکانمان سخن گوش نکردند. مینیکه که من به نظر چنین میرسد. مگر چیزی هست و من نمیدونم؟ این سوال بیهوده است که مینیک. دانسته ها نه، نقشه های من عملی میشوند. راست میگوید سردارم. مرا ببخشید. درباره نقشه هایتان کمی معلومات میدید؟ مینیکه که من در اصل همه کارها موافق خواهشم رفته ایستاده است. روزهایی که تا به انتخابات مانده است، نشر و سخنها به خواستمان شکل گرفته ایستاده است. یعنی سبب نیست که تابمان خیره گردد. دیگر ملت برای طلب دموکراتیا حادثه ها را سر کردند. کاری که در امتحان های دانشگاه ها آغاز کردیم برای از داخل زدن نقش خوبی آفرید. برای جوانان را به کوچه حواله کردن فرصتی خوبی شد. همه اینها دام‌هایی است که اعتبار اقتدار را کاسته می‌گرداند. نشانه و کفالت است برای جمع آوردن آوازهای انتخابات. البته مینیکه کم، البته چه خیلی که جوانها در روزنامه ها می نویسند سروزیر قبلی نیز به این دامی که حکومت افتیده است دچار آمده بود. آن دام چگونه بود سردارم؟ زهردار کنی اقتدار مینیکه کم. این چنین ماده است که اگر باری به خونه دچار شود فکر میکنی که همه تو را میپرستد. خود را والا میبینی، مثل پادشاه رفتار میکنی. پادشاه که شدی آن وقت برای تو بعد قرصک میزنند. در میدان گروه دیگری را که آماده کردی چی میشود؟ بدتر آن باشد. مردم را به آینه نیلگون میبراری و سخنهای ما فریفته شدیم، ما آنها را چنین نمیدانستیم، به همه نشان که دادی آن وقت همه را به میدان جمع کرده بعد پراکنده که کردی چه رخ میدهد؟ سردارم، به این دل من که ترکش های خورده را دید آبی سرد ریختید. نمیدانم که خودم را چی خیل برایتان ببخشم. مگر ما روزی را میبینیم که بی آواز تیر گذرد؟ مینیک رفته بین چی رخ میدهد؟ سردارم، من با شما ایستم. شما را از نزدیک محافظت کنم خوبتر نیست؟ در پشتم پنهان شده محافظت میکنم. آخر سردارم تو را میگیرم، جانت را. سینو سرده مرا، جانم درد میکنه سرده. او توبه. این چی جسارت؟ از جانت سر شدی سینان. تشنه جان تو شدم، برای گرفتن جان تو آمدم بران. اگر سلاحت را گذاری و آرزو را سر دهی این خطایت را میبخشم. مگر یگان کس از تو بخشش طلب دارد؟ سینان
مرا رو شنیدی؟ تو را میبخشه. از این دیوانگی دست کشید تیموس. برای جدی بودنم باید یک نفری از شما را به خطر رسانم. راه گرد. سرد سینون. سینان جان توبه گوی. به قدر رساندن به شما زیب نمیدید. خاموش باش قیامینی. فکری حرکت کردن را مکن. میپرانم و شما هم به دوزخ میروید. سینان اکنون باز با تو آواره میشوم. آتش باز زنگ میزند. چی خبر آتش باز؟ تو چی کار دار میشوی؟ آقای سینان دنبال چه که باشه خودمون حل میکنیم. حل میکنیم، البته حل میکنیم. بسری همه تان تیر خالی کرده حل میکنیم. گفته های تو خیال های خام است. یگون دیوانگی نکن وگرنه جزای سخت میگیری. با این سخن ها مرا ترسانده نمیتوانی. شنیدی مرا؟ دیگر از کسی هم نمیترسم. فکر میکنی که مرا منع کرده ایستاده ای؟ اگر از جانت سیر شده باشی تو هم بیا در موبایل پیشانت یک تیر خالی کنم. کایا مینی کایا، گیر این دستبند را و دستهای سردارت را ببند. چی خیل دستی سردار را بندم؟ تو میدونی که این کار درست نیست. درستی و یا نادرستی را از شما نمی آموزم. تو گفته هایم را بکن وگرنه میپرانم. شد سینان جان تو آروم شو. حرکتی نادرست نکنی. میبخشید سردارم، مرا ببخشید سردارم. میخستید هیچ خیل میشود. تو کارت را بکن. سردارم مرا ببخشید. شد محکم کردی؟ محکم کردم. پیش دراید. من همراهتون روم. مگر تو هم مردن میخواهی؟ نه جناب این چی سخن است؟ این خیل باشدیست باز خونی تو را هم نریزانم. حالان که باز یک میکروب در دنیا کم میشود. بدان این کارت بی جزا نمیماند سنان. در دوزخ حساب و کتاب میکنیم. پیش دراز زود را گرد. سینان را گرد. زود پیش درا. را گرد. سینان را گرد. از این کار دست کش. حالا هم که امتیاز داریم. آن امتیاز را برای مجاق کردن سر تو استفاده میکنم. سینان خواهش میکنم این کارو نکن. گذر به سر شمرک شین. ماشین را روان کن. روان کن بگویم چی انتظاری؟ آخر کلید نیست. گیر زودتر باش. الو مینیک کنی زود بگو وضعیت چگونه است؟ راهبر را سینان برد. زودتر باش. آرزو را هم همراهش برد. نجات یابند از دست تو نجات میابند. زودتر باش. تو در کجایی؟ آمده ایستادم نزدیک شدم. زودتر بیا. راهبرمون از دست این قاتل میمورد. مینیک سرجاق کم گپ بزن و بگو کجا رفتند؟ به طرفی ساحل رفتند. شد فهما. چی میخوایی نجیب؟ سراسیمه هستم. بگو چیزی میخوایی؟
لیست رو تماشا کردم. نقشه پیش گرفته‌ات کاری با عقلانه نیست. کجا که باشی باید حتما واخوریم. صحبت میکنیم. یگان راهش رو میابیم. اکنون تیر از کمان پرید. خیر، تلفن را خاموش میکنم. باز نگوی که تلفن را در رویم خاموش کرد نجیب. حالا خاموش کرد تلفن را. گاز را زر کن گاز را. چی انتظاری؟ چی میخواهی؟ موقع، وظیفه، پول، چی که میخواهی بگو. فقط از این دیوانگی دست بکش. خودت ذکر کردی. من دیگر دیوانم. برای دیوانم مقام و موقع و پول فرق ندارد. فهمیدی؟ چه فایده دارد؟ بگو همان را میدهم. جانت فایده میدهد. به این همان را میگیرم. چی را انتظار هستی؟ یگان کمک نمی آید؟ یا ماشین رو ران و یا همینجا میکشمد. شد رانده ایستادن کو. تو دیوانگی نکن. الو نجیب سردار. لبای آقای مسار. وضعیتتان چه خیل است؟ سینان را دستگیر کردید؟ افسوس، طرف بعدی کار بران را دستگیر کردند، لیکن نمیدانم کی و به کجا برده است. به کجا رفتنشان را میدانی؟ تنها تعقیب تکنیکی است و آن هم احتمال و غیر آن چیز دیگری گفته نمیتوانم. هیچ نباشد پدر عروسی تو میباشد. یگان مکانی باوری ناک داشتگی است. آخر معین باید کرد. در این خصوص خوبتر باید فکر کنی نجیب. چندین سال است که با او نمیخوریم. برای همین چیزی هم نمیدونم. خیر میلش نباشد کافت و کاب را دوام ده. مرحمت سردارم، این دو زنگ میزند. خبرهای خوب داریم امدو. اگر بردن بران را از طرف سینان خوب ببینیم خبر خوب است. نجیب حالا نرسیده است. نمیداند که به کجا برده شده است. احتیاط کن، آنها را گم مکن. حاضر از کفای آنهایم. پیشروی شود به شما خبر میدهم. موفق باش ممدو. барномаи вожаномаи электрониро то 25 майи соли равон метавонед аз тамоми нуқтаҳои дискфурӯшӣ ҳамагӣ бо нархи 6 сомонӣ дастрас намоед. چی автобус ронда истодаӣ? муштарӣ ҷамъ дорӣ ва ё ягон касро интизорӣ? газро зер кун, газро! чӣ кор кунам синон? ҳамин қадар ронда метавонам охир. ро ба ғазаб наёр. ҳозир мепарронамад. газро зер кун, газро зер кун! سلام بچه ها. سلام. من از استخبارات. احوالشان چطور است؟ در حجره کسی رو کارد زدن. کی باشد نمیدونم. جراحی رفته ایستاده است. فهمم. سینان مرا حیران کردی. آدمی صادق ترینم بودی. از همه زیاد تو را باور میکردم. اکنون این حالت را ببین. و سوی من سلاح راست کرد. دخترم را باید که نمیکشتی بران. جانم را نمیسوزاندی. تنها فرزندی تو مرده است. فرزندان دیگر کس بمیرد خوب، فرزندی تو بمیرد بد است. سینان با من بازی مکن. به من خودت را بیگناه نشان مده. اگر این عقلم میبود مگر به شما امکان میدادم که جان فرزندان دیگران را گیرید. یگید خوش آمدی. اینقدر بر وقت خبردار شدی. باز چه نقشه های سیاه دارد پیکاس؟ افسوس که دوستی نزدیکی ندارم. خواطر مباشید. بیمارخانه رو برایتان زندان میکنیم. دائما تحت نظاره میشوید. برای پاسبانی خیری را گذارد خوب میشود. در شب خوب باد پیکاس. تو هم در همینجا هستی. آقای دکتر چی گپ است؟ از روی شما به سازمان حقوق بشری اروپا شکایت میکنم. میمیریم نجات دهید گفته به اینجا آمدیم. شما باشید ما را به دست قاتلانمان میدهید. مرا از اینجا ببرید. فکر نکن که ما از نیت و نقشه های ناپاک تو غافل میمانیم پیکاس. آواز هست اما کسی نیست.
کی سخن گفته ایستاده است؟ برادر در همین بیمارخانه هم به حالمون نمیگذاری. آقای دکتر لبای احوال این رزیلان چطور است؟ جراحی خوب گذشت. برای من کردن خونریزی موفق شده. کمبودی جدی باششون نمیرسد. یک دو روز استراحت کنن جوابشون میده. اینجا برای آنها مکانی بیخف نیست. بله. هر دوی اینها بسیار مکارند. هر لحظه گریختنشان ممکن. من اون طرفشون نمیدونم. طرف امنیت رو خودتون بینید. اینها باید یک دو روز استراحت نماید. باز جایشون حرکت نکنن. کاش که هیچگاه حرکت نمی کردند. حرکت این رزیلان بله فقط خیانت و قتل به بار می آورد. این بیشرفان سگجانند، ولی فعلا زنده ماندنشان بسیار مهم است. پیرمرد از من نمیگریزی. بران را از من گرفته نمیتوانی. نمیگذارم که مال تو شوم. زودتر، باز هم زودتر. شد سینا شد. ماشینی پاکش. هم برک را تاب ده. نیست گاز را در کن. با دقت را این چه را رانده. برادر گیر ماشینت را گیر. تلفن هایتان را به من دهید. به من ده. چه کار میکنی؟ به این هم ارتباطی هر دوتان با دنیا کنده شده است. شام بخیر آقای مظهر. شام بخیر. خواهش میکنم خبری خوب دهید. مثال گوید که بران را یافتید یا نه؟ افسوس آقای مظهر، همه جا را دیدیم اما نیافتیم. تلفن؟ چیم اگر با تلفن هم نیافتید؟ متاسفانه. انا این خبری بد نجیب. یا الله چی کار کنیم؟ صحبت را بدتر دوام میدهیم. اکنون مرا تنها گذارید. چه خیلی که گوید؟ لبی؟ سردارم متاسفانه کاری بده شد. چی شد؟ بگو آخر. افسوس که سینان را از دست دادیم. تو یک خطای بزرگ کردی. تو باید بران را تحت نظارت میگرفتی. همه این دشواری را برای همین به دوش گرفتیم که بران را از دست دهیم. آخر پاخر ندارد. اثبات بکن که در باوری کردن تو خطا نکردم. چه کاری که میکنی این آدم را دستگیر بکن. آنچه که بسری بران است، نفرانی که با او در ارتباط است و تمام نقشه های دوره انتخابات را باید که بدانیم. این درد کشور است، نه اینکه بازیچه کودک است. خب گذارید. تیز فراید. به این طرف گفتم. تیز. سینان جان خواهش میکنم تو شخصی با عقل هستی. به من افسانه نخوان. دیگر عقلم کار نمیکند. مایلش آرام شو. تو حق هستی. فقط آرام شو. کارو یک جا نشسته برای گذاریم. شد میگذارم. به من فرزندم را بیارید. هنرم را برگردانید. از مزار برارید. من هم از کشتن شما دست میکشم. منطق کجاست سینا؟ از ما چیزی طلب کن که اجرا شونده باشد. اجرا شونده ایست فکر کنم بران بزرگ. جانت را میخواهم. میشود؟ راضی هستید؟ بس بودگیست. از کودک ها هم گذراندی.
مگر نمیفهمی؟ دخترم مرد دخترت. چه اینقدر دختر میگویی؟ دخترت رو کشتیم. گویی که نمیدانستی. تو بمب‌ها و سلاح‌ها رو به کشور آوردی. تو خودت دخترت رو کشتی. یک بار فکر نکردی باز به خودت برمیگردد ها؟ همین قدر احمق بودی سینان؟ بگو آخر همین قدر احمق بودی؟ اکنون به پای راست خیسته باز بیگناهیت رو اثبات میکنی. من هم میدانم که بیگناه نیستم. من هم میدانم که به آدم‌ها بدی کردم. اکنون دو شیطان را میکشم و به مردم خوبی میکنم. فکر میکنی که بران رو میکشی و تو را زنده میگذارند؟ تو رو هم میپرانند به اخلاط میپرتویند. حتی نفری یافت نمیشود که برایت گریه کند. از همه چیز گذر کردم. چی که شود تا با آخر میروم. تا هر دوی شما را نکشم برا حد نمیشوم. بسیار گپ نزن. راه گرد زودتر. مرا ببخشید فراموش کردم. بران سخن نمی کند، سخن میگوید. این خیل باشد مرا ببخش بران بزرگ. خواهش میکنم که به این عاقل درا فهما. اکنون فهمیده که با آدم ها رفتار حیوانی کردن چی است؟ معقول شد مگر؟ من به تو یک چیز میگویم سینان، میمیری. اول تو میمیری. بسیار گپ نزنی. تو به عاقل درآید. زودتر گذرید این طرف. گذرید در اینجا. به این طرف. به این طرف. در اینجا سود کلان تأسیس داده می شود. سود هم من و دادستان هم من هستم. اینجا را خوب نظر کنید. اینجا مکان آخرین است که در دنیا می بینید. عاقل افلاس و شما ارزنده. مثل حیوان زندگی کردید و مثل حیوان میمیرید. آدمی را که حقیر شمردید و بازی کردید جان شما را با عذاب میگیرد. شنیدی مرا بران؟ جان تو را میگیرم. گفته بودی که از من چیزی نمیپرسی. مرا آدمی بیچاره میگفتی. چی شد ها؟ مثل گوسفند استاده ای. من چوپان تو هم. گبزن بران. در دست سلاح داری و مثل چوپان ها فکر میکنی. در دست سلاح داری گفته سرخم میکنم. در چشم من مثل حشرات قدر نداری. فهمیدی مرا؟ تو آدمی پست و حقیری. راست میگویی. میبینیم که کی پست و کی حقیر است. تنی اکنون بگو کی پست است و بگو کی حقیر است. گبزن برام. شد تو حق هستی. من پشیمان شدم. پست هم نیستی حقیر هم نیستی. منم پست و حقیر. گبزن برام. سخنهای آخرینت رو گوی. استفاده از کتاب مقدس قرآن با ترجمه زبان تاجیکی آسایش روح و برکت در زندگی هر مسلمان است. این کتاب آسمانی ما را سوی راستی و عدالت و امن و آسایش راهنمون میکند و برکت را در روزگارمان زیاده میگرداند. و محض آن برکت و عدالت و آسایش تاجیکستان این کشور مردمان پاکتینت را باز هم شکوفته و آزاده میگرداند. استودیوی همصدا اکنون برایتان نسخه ویدیویی ترجمه قرآن کریم را با زبان تاجیکی و با آرایش خاصه پیشنهاد می‌کند. از روز مبارک جمعه 11 می در تمام نقطه‌های فروش مواد آدیو و ویدیویی این نسخه را دسترس کنید. تلفن برای معلومات و درخواست
907 79 28 28 و 907 59 28 28. همصدای دل شما. عاطف خیری رقم این تلفن رو گرید. در حال مکانی صاحب این تلفن رو یابید. فهمو؟ خوب شد اثر دارم. زودتر شو عاطف. چی کار میکنی نجیب؟ آقای مسار مکان سینان رو جستجوی میکنیم. اگر او را یابیم بران را هم میابیم. سینان تو رسیدنی ما کاری بران رو خاتمه ندهد خوب میشود. نباشد تنها جسدی بران رو دریافت میکنیم و خلاص. نباشد زودتر شوید. خیلی بیهوده گپ زدن نیست. سردارم آخرین کاری نیست که زود حل شود. کمی صبر کردن لازم میآید. سردارم میدونم که بتوقت شدید لیکن کمی صبر کنید. بسیار سرسته نگوی کارت را کن. خیلی باز سر کردی. نجیب آرام شو. حضور میخواهم آقای مسار. تو با من بیا. بچه ها شما کمی زودتر شوید. آخر من چی گفتم؟ وقتی که سردارم غضبناک شود دیگرگون می شود. گویا که ما در اینجا بیکار شیشتیم. آخر کار کرده ایستاده. خیلی نجیب سردارم خیر است. بعضا غضبناک بعضا مهربان می شود. بسیار پریشان حال شده است. برجش میزان است برای همین. گوش کن خیری این گونه شوخی ها عاقبت خوب ندارد. دانستم آن دادرم. خب کن کارت رو کن. شخصانی که برجشان میزان است چونین میبوشند. مردانی غضبناک موی لبدار سبزی نرم. خداوندا مولی جناب با دقت باشید. کو؟ در کجاست؟ یک مکان در راهی شیله اما بعدش اینکه از اینجا در تگی کدام درخت بودنش را چی خیر گویم؟ باز من خورسند شدم که یافتی. سردارم یافتیم. در راهی شیله بوده است. بسیار خوب آقای مسار من میروم. حالا بیست نرو. یک دقیقه بیست. خیری در این نزدیکی ها یکان گروه امنیت هست؟ بله یک گروه امنیتی هست آقای مسار. در مدتی 10 دقیقه در آنجا میشوند. نجیب اول در آنجا بودنشان رو معین کنیم بعد یک گروه رو گرفته میروی. خوب شد است آقای مسار. او مرده است. نه او مرده است. یک سینانی بزرگ با یک دو ضربه نخود مرد. تو را میکشم. میکشم. کاری قط سینان 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 التجا میکنم. من یک گناهی ندارم. مرا سرده سینان. من گناهی ندارم. التماس دمت را گیر دروغگویی شرمنده.
فهمیدم. سردارم خبر اومد. سینان کارو در کرده، تلفنش رو با کجای پرتفته است؟ نباشد قیدهای نوار گرد و اطراف را نظارت کنید. فهمم. روی خط تمام راههای همان مکان را میخواهم. با پلیسی همان منطقه در ارتباط شوید. زودتر باشید. خوب شد دست آقای مظهر. عذر یک دقیقه. خوب شد دست آقای مظهر. خیلی از پی کار چو. مایلاش. یگان خبر هست؟ از موجهای تلفن مکان سینان رو یافتیم، لیکن تلفنش رو پرتافته است. نجیب خواست که رود، اما من مانع او شدم. از جانب من انتظاری خبر شو. خوب شده است آقای مظهر. کم مانده شدم. ساعت چند شد آتیف؟ 7. تا حال یگان چیز نیافتی؟ از نوارهای کامیراها یگان چیز نیافتم. آقای مظهر و نجیب سردار در کجا؟ نمیدونم. نه سردارم، نه از نوارهای کامیراها و نه از ثبت پلیس ها یگان نتیجه نبرآمد. چکه نبرآمد؟ چکه یگان چیز رو نیافته؟ سردارم، تمام مکانهای دور و نزدیک راهی شیله را دیده برآمدیم. تخانه ها، انبارها، فابریک های کهنه، میمانخانه ها را، همه جای ها را دیدیم. یک دقیقه. آیا مکان محل سینان رو دیدید؟ آخر از کجا دانم سردارم؟ در پیشتاق خانه ها نوشتجات محل سینان نیست کو. یک وقت و یک باششگاه داشت. اگر آنجا را یافته توانم شاید اگان چیز را یابیم. احتمال آنها رو به آنجا برده باشد. راست میگوید سردارم. انا حجت های باششگاهش، باششگاهی سینان. انیق همانجا میباشد. وقتی که در راه میرفت تلفنش رو در آنجا پرتافته رفته است. نجیب در حال برو. زودتر شو خیری. با من میرم. لابای آقای مظهر. مکان سینان رو یافتیم. نجیب به راه برآمد. باید پیش از او بروی. در کجایی؟ در راه هستم، در راه عمرانیه. در شیلی می باشند. اگر در حال حرکت کنی پیش از نجیب میرسی. فهمیدم. بگید ما مکان سینان رو یافتیم. من همراه خیرت ایستادم. شما در کجا هستید؟ در بیمارخانه سردارم. با فکرم که پیکاس و واتوز چه نقشه کشیدند. لیلا هم در نزد من است. اگر در همین جا بمانم بهتر است. مایلاش خوب. یگان جای نرو. با دقت باش. نگران نباشه سردارم. اگر یگان گپ شود به شما خبر میدهم. شما هم با ما در تماس باشید. باشد. مایلاش. آقای مظهر کارها چه خیلی می باشند؟ نجیب در طرف های چک میکای می باشد. تقریبا 10 کیلومتر از من دور هستند. این 10-15 دقیقه وقت را میگیرد. آیا شما کمی او را عبور کرده میتوانید؟ نه، این دفعه شبهه کردنش ممکن است. 15 دقیقه وقت داری. نجیب پیش از تو به اونجا رفته نمیتواند. زودتر برو. فهمو. سراغ را با من روان کرده میتوانید؟ زود روان میکنم.
سینان تو چی کار میکنی؟ نکن به تو میگویم. تو چی دیوانه شده ای؟ هر دوتون را زنده به زنده آتش میزنم. برای دخترم قصاصم را میگیرم. برای او همه کار را میکنم. آتش میزنم. شما را آتش حالت میزنم. خوب نیست. گوش کن، بیا شرط نامه کنیم. کارهای گذشته را فراموش کنیم سینان. چرا فراموش کنم؟ مرگ دخترم را، در نزد همه شأن و شرفم را پایمال کردنت را فراموش کنم؟ گوش کن، به تو پیشنهادی عالی درجه میکنم. ما را آزاد کن. چقدر که میخوای پول میدیم. میخواستگی مقامت را برایت میدیم. حتی بیا تو را وکیل میلی میکنیم. آدمی که اینقدر قدرتمند نباشی اول خودت را خلاص کن. شکم من از این پیشنهادهای کردت سر میباشم. سینان ما رو میسوزانی، میکشی. بس کنی کارت رو سینان. چی درخواستی داشته باشی برای عملی کردنش کوشش میکنیم. خواهش میکنم. اگر مرا کشی هم خلاص نمیشوی. بالاخره تو را هم حبس میکنن. مدتی دراز دست به عملهای ناشایان زدی. با ماشین‌های سلاح کشیدی، مواد مخدر کشیدی. من راضی هستم. برای جزایم را چشیدن راضی میباشم. تمام چیزهای میدانستم را به نجیب بعداتتان میفهمانم. تمام حجت ها را به نجیب میدهم. سلاح های پنهان بوده را، موادهای مخدر را. سردارم اوهستتر آنه؟ خیلی هر یک ثانیه برای ما برد میباشم. اگر بسیار ترسی فراماده با تاکسی بیا. یک طرف. مقصدم این نبود سردارم. کمتر اوهستتر آنه؟ اگر زودتر نرسیم سینان برای ما میکشد. خیلی بابای آقای مسر. چقدر من نجیب؟ بعد از 10-15 دقیقه در آنجا میشویم. زودتر شوید تا سینان یگان عملی ناشایمی نکند. خوب شده است آقای مسر. سردارم میترسم. خیلی سختر دار. نمدو نجیب میگوید که بعد از 15 دقیقه در آنجا میشود. تو مگر حال هم نرسیدی؟ غریب شدم آقای مسر. حاضر میرسم. زودتر کار رو تمام کن. نگران نباشید، حل میکنم. هر دوتان را خاکستر میکنم. اصلا شما از این دیده جزای بدتر را حق دارید. عذاب کشیده جان میدهه. چنان عذاب میکشید که از صدای شما تمام اهل دوزخ میترسند. کنی حالا رفیقان و دوستانتان شما را نجات دهند؟ کنی همان دعوایی که جانتان را برو فدا میکردید شما را نجات دهند؟ هرچی میخوای گفتن گیر. اکنون بیفایده. گوش کن سینان. به هر حال من همیشه تو رو دوست میداشتم، میفهمی؟ آیا تو مرا مسخره میکنی آرزو؟ مسخره میکنی ها؟ یک باره جان مرا کشتی حالا باشد میخوای که دوست داشتن تو را باور کنم ها؟ در شب خوابت
کار نکن، من تو را دست میدم. سینان التجا میکنم. تماشا کنه. این کار نکن سینان. باران برات مدد کن، زودتر منو خلاص کن. از لحظه های اول تو را دوست نمی‌داشتم. مراد نجات ده. زودتر شو مراد، زودتر. زودتر باش. زودتر رفتی زودتر باشه. زودتر یه سینونی لعنتی رو چیکار میکنی با؟ سردارم کشاده نمیشه. سردارم نگاه کنید از آنجا دود میبرویم. خیلی زودتر شو. همه شما رو میکشم. زنده به زنده همه شما رو آتش میزنم. اکنون تو هم به دست افتادی. همه یک جوی میمورید. اکنون چی کارش کنیم؟ ما نش زنده و زنده در اینجا سوزن. باید از اینجا برای من فکرم او رو با خودمون گیریم. و پلیس چی ها گفته است نمیدونیم. این رو باید فهمید. این صدای سینان می باشد. عجب و دردرون کی باشد. تا نبینیم فهمیدن نمیتوانیم. هر چی که میکنی زودتر باش. سینان در کجایی؟ این صدای نجیب است. سینان را به حال خودش مان. بیا زودتر میرویم. مایلاش از پسی من بیایید. توجیکان هالیدی تقدیم میکند. سلام علیکم. نام شما؟ تشریف. خیلی خوب. یک سوال. مرحبا. روزبی که فیضلی رو میشناسی؟ توبه جان شیرین مکن تو جنگم چی گفتم مدکینو اگر زیمان گذاشتی نشستم انتظارم تو بر نگشتی با نگاهی پر فسانه بر دلم کرده تو خانه ما گفتم امونکی روز 23 مای ساعت 15 در تالار کاخ جامی کنسرت هنرمند دوست داشته شما روز بیک فیضلی برگزار میگردد. ما شما رو دعوت می‌نماییم. آخه یک سوال یک چیپ تا نمیتونه کار. چیپ تا همش در خزانه کاخ جامی میتوانید به وقت از اونجا دسترسی نمایید. توبه یک دریا آب و یک سر خاک از همه داغوره ها و به لباسهای شما جلوه می بخشد. شیخ در پاکیزگیش گپ نیست.
انتخاب زیاد است و تقنازو بافی انتخاب انیق است درست. اینها نه تنها خاک همچنین محصولات ایمایی نیز دارند. اگر خواهید که زندگیتان مثل من شیرین و گوارا گذرد، پس موادهای شکلاتی و قنادی شرکت ترکی و آزلین را در تاجیکستان از بازار فراوان با نرخ خیلی ارزان خریداری نمایید. 985 88 90 90 زنگ زنید. الو سلام علیکم. شرکت قنادی آزلین؟ بله خودش. همون بایدتون دیدم، رکلامتون دیدم، میگم همین خندو در حقیقت بود ازتن. بله هم با مزه است هم نرخش خیلی ارزان. نه فکر کردم میگم شوخی نکنید. شنیدن کی بود مانند دیدن. سلامت باشید برادر. شنیدن کی بود مانند چشیدن. این رو رفته دیدن در کار.